این داداشمون دیوونه است. اون حرکت‌های معروف فوتبالیستا رو تو دنیای واقعی بازسازی میکنه. مثلا خیلی‌ها سعی کردن حرکت پرگاری آنتونیو برن، ولی تنها کسی که تونست یه ذره شبیه کینگ انجامش بده مایکروویو این دیوس بود. از اون جالب‌تر این که برداشته باسن لاک پشت و با کره چرب کرده، چیده کف تابه اینجوری سر بخوره که خوشحالی امباپه رو نشونمون بده. مسی هم که فضایی کلن جاذبه به چپشه، نرده های پله رو هم از پایین دریبل میکنه میره بالا. همیشه برام سوال بود چرا پالمر اینجوری خوشحالی میکنه، تا اینکه در فریزرشو باز کرد و معلوم شد سردشه. کریستیان میره و یهو اما کاری که با نیمار کرد توی یه لول دیگه است. حاجی تو نیمار رو گذاشته رو تایر ماشینش تا هر چقدر دلش میخواد از درد مصدومیت غلط بخوره.